وقتی پای گرونترین ماشین های جهان به میون میاد، اسم کمپانی های معروفی مثل رولز رویس، بوگاتی، لامبورگینی و سایر کمپانی های بزرگ از ذهن عبور میکنن. بلا شک این کمپانی ها در زمینه خودروسازی بالاخص در حوزه سوپرکارها و هایپرکارها پیشتاز هستند. در برنامه این هفته میخوایم با هم سری به فهرست گرون قیمت ترین خودروهای حال حاضر جهان بزنیم. البته قبل از شروع برای داشتن مقیاسی بهتر از قیمت ماشین محبوب نیسان جی تی آر مدل 2024 به ارزش $120,000 استفاده میکنیم. شماره 8 777 هایپرکار. 777 هایپرکار ماشینی مخصوص پیست و فوق‌العاده انحصاریه که از یک موتور 4.5 لیتری V8 تنفس طبیعی برخورداره که تا 9000 RPM گاز میخوره و دارای 730 اسب بخار قدرت و حداکثر 370 کیلومتر بر ساعت سرعته. قیمت این ماشین معادل تقریباً 62 نیسان جی تی آر یعنی $7.5 میلیون. شماره 7 بوگاتی چنتو دیاچی. سبک و طراحی خاصش باعث میشه همه عاشقش نباشن، اما مدلی فوق‌العاده کمیاب و گرون قیمته که تنها 10 تا ازش موجوده و با ارزش $9 میلیون از منحصر به فرد ترین خودروهای ساخته شده در دنیاست. حداکثر سرعت این ماشین خاص 380 کیلومتر بر ساعته و صاحب یک موتور 8 لیتری W16 کواد توربوچارجه. اگه از پس خرید 75 تا نیسان جی تی آر برمیاید، میتونید به خرید این شاهکارم فکر کنید. شماره 6 مرسدس بنز میباخ اکسلرو. مثل خیلی از خودروهای لوکس دیگه فقط یه بار تولید شده و در سال 2004 هم معرفی شد. 710 اسب بخار قدرت داره و حداکثر سرعتش 350 کیلومتر بر ساعته. قیمت این ماشین لاکچری برابری میکنه با قیمت 83 نیسان جی تی آر، یعنی چیزی معادل $10 میلیون. شماره 5 بوگاتی شیران پروفایلی. اگرچه ممکنه که تفاوت زیادی با بوگاتی شیران نداشته باشه، اما پروفایلی به معنای حقیقی کلمه بی همتاست. این خودروی گرون قیمت دارای یک موتور کواد توربوچارج W16 که مشابه موتورهای استفاده شده در تمام مدل‌های شیرانه و 380 کیلومتر بر ساعت هم حد اکثر سرعتشه. پروفایلی از یک بدنه منحصر به فرد و اسپویلری سفارشی بهره منده که اون رو از سایر محصولات متمایز میکنه. 10 الی 11 میلیون دلار معادل بهای 91 نیسان جی تی آر قیمت بوگاتی شیران پروفایلی برآورد میشه. شماره 4 رولز رویس سویپ تیل. همونطور که شاید هممون انتظارش رو داشتیم، رولز رویس با ماشین سویپ تیل که فقط یه دونه ازش توی کل دنیا وجود داره، پای خودشو به 4 ماشین اول این فهرست باز کرد. در زمان خودش این خودرو گرون قیمت ترین ماشین دنیا بود، اما با گذشت زمان خودروهای گرونتری هم پا به عرصه گذاشتن. لازم 108 تا نیسان جی تی آر فروخته بشه تا پول خرید این رولز رویس که دارای یک موتور 6.75 لیتری V12، 453 اسب بخار قدرت و حداکثر سرعت 250 کیلومتر بر ساعت در بیاد. سویپ تیل 13 میلیون دلار قیمت داره. شماره 3 بوگاتی لاویتور نویر. بوگاتی لاویتور نویر با قیمت 13.4 میلیون دلار گرونترین بوگاتی ساخته شده در جهانه که دارای یک موتور 8 لیتری W16 کواد توربوچارج و مثل بوگاتی شیران 1479 اسب بخار قدرت تولید میکنه. میتونه با حداکثر سرعت 420 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه. دارای 6 لوله اگزوز،
چرخ‌های جدید رادیکال و ظاهری تهاجمی و سفارشیه. این بوگاتی یکتا در حال حاضر برای خودش خونه داره، اما کسی نمیدونه صاحبش کیه. برای درک بهتر کافیه بدونید قیمت 111 نیسان جی تی آر روی هم معادل قیمت این سوپرکار یکتاست. شماره 2 رولز رویس بوت تیل. رولز رویس بوت تیل از نمای بیرونی دو رنگ، روکش‌های سفارشی نفیس در داخل و حتی یک سویت میزبانی با یک یخچال شامپاین و چتر آفتاب داخلی برخورداره. این خودروی لوکس دارای حداکثر سرعت 250 کیلومتر بر ساعت، 563 اسب بخار قدرت و یک موتور 6.75 لیتری V12 توین توربو چارجه. اگرچه قیمت رسمی این مدل بی همتا اعلام نشده، اما شایعات خبر از یک خودروی 28 میلیون دلاری میدن که در این صورت ارزشش معادل بهای 233 نیسان جی تی آر خواهد بود. شماره 1 رولز رویس لانویر دراپ تیل. بعد از مدل بوت تیل رولز رویس به عنوان اولین نسخه از 4 سفارش منحصر به فرد رولز رویس دراپ تیل معرفی شد که از رنگی درخشان تحت عنوان عشق واقعی برخورداره و دارای یک موتور 6.75 لیتری V12 توین توربوه. انتشار قیمت این مدل‌های خاص چیزی نیست که رولز رویس خیلی انجامش بده، اما طبق برآوردها حدود 30 تا حتی 35 میلیون دلار قیمت دراپ تیل با حداکثر سرعت 249 کیلومتر بر ساعته که اون رو در صدر فهرست گرونترین ماشین‌های دنیا قرار میده. قیمت این خودرو با 250 نیسان جی تی آر برابری میکنه. از این که تا اینجا همراه ما بودید متشکریم. اگه ویدیو مورد پسندتون واقع شد، خوشحال میشیم ویدیو رو لایک کنید و برای مطالب هفته‌های آتی کانالمون رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.